یک مقایسه است به خواست شما از ماژیک اکریلیک که میشه باهاش روی پارچه هم نقاشی کرد. من تا الان از ماژیک اکریلیک استفاده نکردم و این اولین تجربه منه. نتیجه رو آخر ویدیو براتون میذارم. من اینجا 2 قارچ کشیدم، میخوام 2 تاشو رنگ کنم. یکیشو با ماژیک اکریلیک و یکیشو با رنگ پارچه و قلممو. بریم ببینیم. تا اینجا کار کردن باهاش روون و راحته ولی پوشانندگی لازم رو نداره. این رنگ‌ها یک مقداری با هم فید هم میشن و میشه یک سایه پردازی هم باهاشون انجام داد، ولی خب نه در حد قلم و رنگ. حالا همین کار رو من با قلم و رنگ پارچه هم انجام دادم و همینطور که میبینید خیلی کار شکیل‌تر و زیباتر شده و اصلا با هم قابل مقایسه نیستن. از لحاظ لطافت پارچه هم قارچی که با ماژیک کشیدم لطافت پارچه رو از بین برده و پارچه تا حدود خشک شده. نتیجه نهایی: ماژیک اکریلیک برای کارهای غیر حرفه‌ای میتونه استفاده بشه، ولی در جایی که لطافت پارچه مهمه و کار حرفه‌ای میشه قطعاً باید از رنگ پارچه و قلمو استفاده کنید. حالا تو بگو دوست داری محصول بعدی که تست میکنم چی باشه؟